Well, I've spent all my life working in Iran. And as you know, I don't mean the Iran of today. I mean greater Iran. The Iran which in the past extended all the way from China to the borders of Hungary and from outer Mongolia to Mesopotamia. This is the area in which culture, crafts, and everything was dominant. And I've spent my life working in this. I have many friends in Iran. The Iranians are very hospitable people, and I love them very much. And so there's no reason why I shouldn't be buried in Isfahan. You now have permission from the Iranian government to be buried in Iran. Permission from Ahmadinejad. احساس تشکر کنم اما میخوام یه چیزی اضافه کنم. آقای دکتر، آقای فرای، ما خودتون رو تو ایران میخوایم. بنابراین از طرف ملت ایران انشالله یه واحد مسکونی در اصفهان به شما هدیه میشه. هر مقداری رو که بخواید در اونجا در خدمتتون هستیم. امام جمعه موقت اصفهان از دفن ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی، در حاشیه زاینده رود انتقاد کرده و گفته کسی که 4 بار متهم به جاسوسی شده و هویت او برای ملت ایران نمایانه چطور وصیت کرده در حاشیه زاینده رود دفن بشه؟ آیت الله مهدوی با اشاره به اینکه خود مردم اصفهان هم طبق قانون شهرداری و شورای شهر حق دفن میت در حاشیه زاینده رود رو ندارن، گفته آمریکا در حالی که نماینده رسمی ایران رو به مقر سازمان ملل واقع در خاک خود راه نمیده، چگونه انتظار داره ما مرده یک جاسوس رو به کشور خود راه بدیم؟